گفت دادا گفت وارخ گفت در خطر زیق شوم گفتم کن بر نمیگردد نشوم بر نمیگردد. اسپره با اومده 4 ماه اسپره خدمت کرد آخه 4 ماه بود 4 ماه ماندن ما بچه‌م را ماما گفته شما گفته نیاین رها وایرونه گفته دوباره اپراسیون شدگی کسال میشن غمی مرا خدا غمی خشنم خدا بچه با مادر گریان وطن گریم و همه آخرون صحبت کردگیم. السلام علیکم به تمام مردم تاجیکستان، کسانی که از داخل و بیرون از وطن ما را تماشا دارند. در امروزین نوار حیات و روزگار شهیدان وطن، امروز ما میخواهیم که یادی از شهیدان وطن کنیم، یادی از آن نفرهایی که در سرحد تاجیکستان راست ایستادند و زمین و خاک تاجیکستان را محافظت کردند، در سن جوانی خود را فدا کردند. ما یک چند ماه پیش به خانه های شهیدان وطن رفته بودیم، به تمام کنج کنار تاجیکستان و همراه پدر و مادر این شهیدان وطن هم صحبت شده بودیم. از هر یک شما احترامانه خواهش میکنم که نوار را با صبرانه تا آخر تماشا کنید. در دوام ویدیو من نوار پرش را گذاشتگی هستم، ان شاء الله تماشا کنید. کسانی که میخواهند از تاجیکستان به روسیه یا که از روسیه به تمام کنج دنیا پرواز کنند، اویاکاس خوجه الله افیتسال در خدمت شما هست، یعنی اویاکاسی خودی ما می باشد. اگر شما از ما چیپته خریداری کردید، می توانید با دل تنج پرواز خود را ادامه دهید تا وقتی که شما به منزلتان رفته می رسید. اولش خداوند، دویمش ما جوابگو هستیم. به یگان خیل خواطری می توانید به تمام کنج دنیا و تاجیکستان و روسیه پرواز کنید. سلام علیکم بچه‌ها، این همی کانال خوجه الله، این بلیت گرفتیم ان شاء الله با امر خدا 100% گذاشتیم به یگان پرابلم. الله نگهبانتون. بسیاری برادرها در کامنتاریا و در واتساپ من می نویسند که برادر در روسیه وضعیت خیلی هم وزنین است، ما میخواهیم که به طرف اروپا رویم و در آنجا کار کنیم. برادر جانو، این یگان خیلی رکلام نیست، والله از این رکلامی که من کرده استادم من یگان خیلی مبلغ نمیگیرم، من فقط برای آسانی کاری شما این کارو کرده استادم. التماس با دقت گوش کنید. کسانی که میخواهند با کره رفته در آنجا کار و فعالیت کنند، کسانی که شهروندی روسیه رو دارند، این برادرها برای شما کیتا، چیپتا، ماشین و کوارتیر رو هم تیار کرده میمونند، در آنجا همش رو توری کرده در آنجا میدهند. به یگان خیلی خواطری فقط در نمرهای واتساپ این برادرها نویسید، برای شما تمام همین چیزهایی که من گفتم همش رو مهیا کرده میدهند. شما میتوانید به ملال به اونجا پرواز کنید، در اونجا شما رو ماشین ها پیشواز میگیرد، با نرخ اتوبوس شما رو برده میمونند به خانه ها و همون کوارتیرهایی که در اونجا شما زندگی میکنید و شما در اونجا میتونید کار و فعالیت خودتون رو دوام دهید. و کسانی که میخوان از کره و تاجیکستان یا روسیه ماشین خریداری کرده بیارن، خواهد در کانتینر و دیگر خیلی نمود هم ماشین رو میفرستونن، فرق ندارد، تمام نمود ماشین رو از کره برای شما دسترس میکنن. چخیلی که میدونید در کره ماشین ها نرخش ارزان میباشد و کسانی که میخواهند که از کره ماشین و روسیه به تاجیکستان دسترس کرده خریداری نماید، مرحمت، هم برای کار و هم برای خریداری کردن ماشین میتونید در نمرهای واتساپ به یگان خیل خواطری با دل تنج مراجعه کنید. از مناقشه سرحدی بین تاجیکستان و قرقیزستان رسا 1 سال پس سر می شود. ما بعد از این مناقشه، بعد از یک چند ماهش به طرف دوشنبه رفتیم به خانه های شهیدان. نه تنها به طرف دوشنبه، و تمام گوشه کنار تاجیکستان میخواستیم سفر کنیم، اما با یک چند حالت های شد که راه ها وزنین بود، ما نتوانستیم و دیگر شهر و ناحیه ها رویم، از جمله پنجکند، پامیر، بدخشان نتوانستیم رفتن. اگر همون نفرانی که ما رو تماشا دارن عین حال ما نتوانستیم به خانه هایشان رفتن، همدردی ما رو، همدردی تمام مردم تاجیکستان را قبول کنید. ما فخر میکنیم که این گونه جوان مردان هستند که ما تنج و آرام عین حال خوب کرده ایستاده، در خانه خود زندگی کرده ایستاده. این گونه جوان مردان ایستادند که به خاک تاجیکستان دشمن نتوانست در آمدند. از هر یک شما خواهش میکنم که اگر در شهر شما، ناحیه شما، دهه شما، اگر شهیدان وطن یا سربازان یا آن نفرهایی که در نزد سرحد، شهروندان، آن خواهرهایی که در این مناقشه جان خود را از دست دادند، اگر در شهر و ناحیه های شما باشند، اگر توانید به خانه هایشان رفته در حق اینها یک دعا کنید، ان شاء الله خداوند جایهایشان را جنت گرداند و یکی از باغ‌های جنت را برای اینها نصیب گردانیده باشد. و در وقت صحبت با پدر و مادران این شهیدان وطن دیدم که اینها چقدر یک حس وطن دوستی دارند، حس به ملت، به وطن، یک حس دارند که
این رو با پول با سخن نشان دادن نمی شود. برادرها، من باوری دارم که فرزندان اینها هم در حیات ان همین خیل بودند که ان همین خیل شجاع و با اور و با ناموس بودند که امروز شهید وطن گشتند. من والله از یگان نفر تعریف و پشت یگان نفر را نمیخواهم گرفتن. من چیزی که دیدم، چیزی که قلبی من سوخته ایستاده است و همون رو میگویم که در حقیقت این پدر مادران توانستند که این خیل سربازان وطن، این خیل شیرمردان وطن را به پایان رسانند که امروز از زمین و خاک تاجیکستان توانستند محافظت کنند که نام آنها باید در بین ما و شما همه وقت زنده بماند. ما و شما نباید این شهیدان وطن را از یاد براریم. اگر یگان سخنی پست و بلند گفته باشم ما را ببخشید. یک بار دیگر همدردی ما را قبول فرمایید. از نام تمام مردم تاجیکستان و خانه های شهیدان وطن، شما تنها نیستید، تاجیکستان با شماست. خدا را خوش نمی آید جوان گلگون کفن میرد. در یقی ما اگر هرمز ز دست اهریمن میرد. برغم صد عدو همچون عدو افکن زیجا برخیز. نمیرد کس اگر در حفظ مرز خویش میرد. اگر بادی موافق روحی ما را می نوازد باز. مرا عطر کفن خاک وطن بادا. ولی هر کس و قصد خاک ما خیزد الهی به کفن میرد. چه هم گویم دیگر ای عصمتی، حیف از سخن گفتن. سخن سوزد سخن گرید، سخن نالد سخن میرد. همش اصولی حق خودش لایق دید داد، خودش لازم دونست. شکر در باش، شکر در. من امروز به شکر تاجیکستان میکنم، امروز به شکر جناب عالی میکنم، امروز شکر مردم تاجیک میکنم. به دستگیری من کردن نموندن. من 6 ماه شد خانه من با آدم کنده نیست. میگم تکان نموندن. شکر و شکر. ذکر شوم گفتم کنیم بر نمیگردد، نشوم هم بر نمیگردد. خیر اخون چون نصیب نصیب. آخران بار اتوبوس برآمد. بعد اتوبوس بچه هاش آورد خانه. بچه هاش حامله ناک بودن، حامله ناک بودن. 10 روز ایستاد. این مادر عروسش طرار پنجیکیم برد بشکونه آورد خانه موند. حامله ناکش گفت وقتش بیاد تولد کنانی تو گفت. من گفت وای جیغ زد ایستاده است، جای کار جیغ زد ایستاده است. خب برفت و کار برفت. بگاهی همان روزش بچه هاش درد گرفت. بگاه گرفتیم پسرچی کلاننگیم حاضر عینی با تاکسی میگردد اکوی کلانش. هر وقتی گرفتیم 2 زنکو 3 زنکو شدن بردیم پنجیکیم. بچه تولد کنندیم گرفتیم. شب خوب بودم جیغ زد. دادا سیمانچه میتر گفت. هم گفتم بچه گفت من نام تقوا زنده کردم. پسرچی اولینم که از وشکی وحدت پراندم نام عمک شد. نام تقوا میگفت عبدالحفیظ. من نام تقوا زنده کردم. گفت زد گریم شد. پسر شد اکن خیلی ایستا 10 روز دیگه اتوبوس داری. منم همین سحر همین گپ زدم. گفت دادا گفت واروخ گفت در خطر. گپ راست است. من رایم مرده است، منم میمیرم. من اینجا ایستادم نمیدم. جای من گفت اونجا. فتح دادم برفتم. شامی یک شامی اخیران دیدگیم همون سحری. شامی یک شامی حاضر جایی که دیدن محمود نزدی مزار میشنم. یا بیکار دیم من این پنسیونر اینجا کلینو هستم. بچه ها سخت و کار خوجگی هم میبینن.
همین شمی یک شمی من تلفن قطعی جیغ میزنم جواب نمیتد. این طرفی مزار میگذارم جیغ میزنم نه، این طرف میگذارم جیغ میزنم نه. شمی یک شمی تلفن آواز میرود جواب نمیتد. خیر نصیب و تقدیر همین هم اگجا منم همو دیه خوجی آلو خیلی دیهتون هم یفت آمده من اینی دو بدیم گفتیم البته در اومده عبور شما بینیم و دو فوتیا کره در حق فرزندتون یا دعا کنیم که مثال چی خیلی که ویو اهمیجی خیسته وورو خوجی آلو سرحد گفته رفتن مویم اونجا پرسیش کرده بیم که مثال همه آدم اونجا خیسته رفته همونجانده برای زمین برای همون خاک وطن جونشون دادن مویم گفتم خیسته بیم یک احوال شما بینیم و مردم تاجیک هم یگان تش این روزا به شما تنها نمیگذارن. انشالله ما هستیم چه خدمت میشود در پهلوی شما هستیم. انشالله همین امانتی همک جان قبول میکنید از ما در حقمون سکنونه که دستگیری کردن مردمونه که دستگیری کردن انشالله نماز کنند دعا کنید فرزندتون خداوند جاشون جنت گرداند. انشالله تمام مردم تاجیک فخر میکنیم که یخی جوان مردا بودن که امروز ما تینجی آرامید و خورفتاسیم زندگی کراسیم. اله آمین. به حرمت الله فتح یا الالصف الا ذوالفقار. هر بلا هر قضا هر جفاها هر رنجوی که به سر مردم تاجیک خواه در تاجیکستان خواه در خارج می آید دفع کند پروردگار. به هر گریه که می روند روزی کمی نبیند فرزندهاشون در پناه اسمتش نگه دارد. خداوندا رفتگی جاش جنت. الله اکبر. اشکم که به چشمان وطن گریم و گریم خونم که ز دستان وطن گریم و گریم یک سینه جگر خون شده ام از خطر جنگ با مادر گریان وطن گریم و گریم. ای کاش خدا آه مرا بشنوی این بار بین حال پریشان وطن گریم و گریم. مانند پدر از غم فرزند شهیدش افتاده به دامان وطن گریم و گریم. روها هم خیلی کمتر وزمی بود برف قرمه فردامدگی بود از همین سبب آمدنی ما کمتر دیر شد. باز منه بغیر از دیه شما ما باز به طرف عینی چند شهر و ناحیه ها رفته آمدیم. من خیلی بهترین کار کردیم که همین ناحیه ظفرآباد نام پسر شما موندین همین دهیه. من خیلی سنگ یادآوری ماندن این بهترین کار که یعنی چند سال گذردم انشالله شهیدا از خاطر نمیرن. کمتر باشدم برای شما مبلغ جدا کردم اگجان همین میگیرید انشالله یگان مشکلتون باشد حل میکنید. منم اگجان یگان و همه آخرون صحبت کردگیم ساعت 8 شب گویم آخرون وای کردگیم. من خداوند گذشتگین همون در مرز اسفره بودگی خدا رحمت و مغفرت کند. باقی مانده ها و عمر درستیت سرور دولت ما با محترم امام جناب عالی امام علی رحمان با عمر درستیت همه کلونای تاجیکستان با وقتی که همه وقت آسمان همه تاجیکستان صاف به غبار باشد دیگر همین مادر تاجیک گریه نکند برای همین وای دویم صلح پایدار باشد در زمین تاجیکستان. پروردگار الله اکبر. آخرین بار همان روز 16 سپتامبر ساعت 8 من قطعی نه پسر من قطعی وقتی که پسر منم ساحه همون سرحداده ناحیه مسچوبه بود تلفن میکند پسر من کلوندی از این محمد جان تلفن میکنم میگم محمد جان چه خیلی میگم نه میگود که وای بوی سر شدگی هست میگود هیچ گوشته بجور داری موقع خودت معین کنی اشغال کن احتیاط کن. پسرچم گفت وقتی من همه گام زدن گفت دادا تپر تیر بود گم گفت همه قدر گفت که اکو گفت نصیب چیزی که از همین نمیبینیم گفت
دیگر راه نیست. گفت تلفن کشت. پسرچه خودم تلفن کرد، برداشتم گفتم دادا چه خیر خیر حال پرس کرده. بعد گفت که پسر امکم هم ازش نه. گفتم کدوم امکتون؟ گفت امکم لسینم. گفتم چه خیلی نازشونه. من گفتم پسرم که میخواد دادا مناقشه سرحدی بین قرقیزستان و تاجیکستان جنگ شده، هلاک کرد. در همین لحظه که شنیدم خود را خیلی گم کردم، پیش چشمم تیره گشت. چکار کردنم رو ندونستم. خیلی یک مدت گذاشت خود رو به خود گرفتم و فورا ماشین شستم خانه آمدم. تا لب تر و خون در لب و گرمیست بدن را، تا بس نکند دل حرکت میژه زدن را، تا قوه بازوست خم و راست شدن را، از کف ندهم دامن مقصود وطن را. این است به مادر به وطن راز دل من، بگذار جهان بشنود آواز دل من. در همین صحیفه خوجه الله مردم تاجیکستان یک فکر آمدیم که همین کسانی که شهید شدگی در نزد سرحد کمتر باشدن مبلغ پولی جمع کنیم و خانه‌شان رفته در حقشون دعا کنیم. و همونجا خیستم دیگه سببش این امانتی شما به دادم آمد. اینه میگره در حق مردم تاجیکستان دعا میکنه خداوند همشون کارشون برار کرده و فخر میکنیم که میخوایم در حقیقت وطن دوستان وطن از ایمونه. ما میشه خونگی از کتاباش خونگی میفهمیم که اگر در کار شاید ما هم تیاریم که برای خدمت شیم. ما در لباس خدمت کردیم. چه بچه در واقع خدمت کرد، چه بچه نمیشه چه کارونه. پسر 90 خدمت کرد. چه بچه در واقع رفت سه ماه بعد کافر کار کرد. سال خدمت کرد در موس چه در خدمت کرد. سرجان بود. بعد ما خون از 2016 تا حدود این جانب 6 سال یا 7 سال است که پاپوش تایید مخصوص رزرازیت کنه. در اون خانواده توجیه بیای روزی مصیبت است روان رحمت یا هم وقت توجیهشون رو دلخوش شکم باشه و جناب اولا هم وقت مسئله مردم میان با مقصدهای خیر برسون میشه. الله اکبر. در یاد شهیدان وطن گریم و گریم، بر دیده گریان وطن گریم و گریم، بر مادری تاجیک که تیغانش به هوا رفت، چون طفلکی دامان وطن گریم و گریم. پیش همی گردول یکم هفته شیده بود یا نشیده بود. در آسیا بودم مخدم همینجا زنگ زد یکم گفت بیا. گفتم چی گپه تنجیه گفت دیگه چی کده دیلم گوهی نداره. امشام نکیم ساعتی شب بودم بخوزی رای چون پیسار شدم. امشام کار بود خیستم یا افاز کردم شیشت یا بیره بر اومدم با گشت در اومدم خوب نبودم شب بیگشت ای کار بر اومدم اسمینه در رسیا خداوند کار میکنم فرمد اسمینه بر اومدم آبوزی کردم و همینطوری توی زنگم زد اکا با هیچ نشیدی گفت که بچه گفت بخیر بیا گفت آلیم جان گذاشت با گفتم بر اومدم اون شب بلیت گرفتم خونده سهر شد اومدم همینجا خواه همینجا. شهرهای مسافره شهید شدن فرزندتان فهمیده خیسته اومده نچخیله که من 15 و 16 سپتامبر همین حادثه رخ داد.
خیر من یاد شما خیر هر چیزی نمیبیاریم و خیر من 4 ماه 5 ماه گذشت این حادثه ما امروز خستم دیگه ما خیلی یاد سبب عذرام بود که راهها پروالا برف بود محکم بود خیر ابشتمی ها مثال رفت آمده تاکسی های هم سقیم بود برای همین من خیر خدا و شکر اول بهارم شد هواها من کبوتیزار همه جا و امروز ما مالجان همون دهه خوجه الله خسته آمدیم که نمی امانتی دست شما بتیم این از دست مهاجران تمام به تاجیکستان مالجان اینو گرفت این جوان شهید خدایبردی فردوس در جماعت شهرک حیات نوی ناحیه یاوان تولد شده است. این جوان دلیر با خواهش خود 6 اکتبر سال 2020 به صف قوه‌های مسلح شامل گردیده در قشون‌های سرحدی کدام خدمت میکرد. این جوان غرامرگ در شب 16 سپتامبر سال 2022 از تیر دشمن غدار به هلاکت رسید. ما امروز برای حالپرسی و دیدار والدانش آمدیم تا از زندگی و روزگارشان پرسان گردیم. مثال گفتم بچه ما برای خدمت کنم با اختیار خودش در بابا میره لینو با جای نازای جای تیجا تا بچه ما روی کردم خیلی تقدیر نصیبش همین بوده خیلی کنیم دیگه خیلی تقدیر ببینه اما مچه نو دبر با اسپره با اومده 4 ماه در اسپره خدمت کرده آخه 4 ماه موندن ما بچه برای موما گفته شما گفته نیوین رها ویرونه گفته دوباره اپریسر شدگی کسال میشن غمی مرا خودای غمی خشنم خودای بچه ما برجام طرف خوجه الله همون سرحد من تا دوشنبه من تا اینجا امروز یا بلاکر خونتانه آدمو پرسیدیم چند برای که مثلا فرزندشون همین جای دور خودش خسته رفته همون جنده از زمین از وطن از خونه توجیکو خودش محافظت کردن قرض شهروندشون باجا آورن محافظت کردم من پدرشون من به علاقه برآمدن سیواز برآمدم گفتم گوجان نباشد تگ زمین نباشد من خسته میرم گفتم خونشون با کانال خوجه الله به مبلغ جمع کرده بودیم که برای همین سربازایی که زحمت کشیدن مهنت کردن خودشون در سین جوانی شهید برسیدن کمتر باشدن مبلغ جمع کرده بودیم ارجان نمیگیره انشالله تمام مردم تاجیکستان انشالله در خدمت شما هستن ما هم در حق نما مهاجرا کسانی که کمک کردن یاری رسونیدن همه هستند شما یگان خیلی تنها نه تمام تاجیکستان فخر میکند که فرزند شما امروز یک قهرمانانه از دنیا رفتند سلامتی باشه فرزند کن عمرش دراز کنه باقی مادر خدای پروردگار صحت سلامت نگهبانش باشه فرزندمون همه در این سفری مردم خدا در کجا باشن خدا نگهبانشون باشه شما هم اومده صحت سلامت خدا صحت سلامت برای وطن خودتون ببرید خدا رحمت کنه شهید الله عید کام رحمت و عید زیاد کنه اون قیبودامو دا یردام میکنیم خدا عید شما رو زیاد کنه گشتگی رو جوش جماعت کنیم کشون دور میکنم لگاه خیلی فرشته چه کنید به مالو شما چه کنید و کرن اینجا دهه راستراوت ناحیه دیوشتیچ است. جوانمرد اصیل خدایبردیزاده ساربان پس از ادای خدمت همچون افیسر در قسم نظامی به کار شروع کرد و در دوام فعالیت خویش خود را همچون جوان دلیر و غیور نشان داد. مادر و پدر این جوانمرد تا حال اشک چشم خویش را نمیتوانند نگاه دارند زیرا 1 ماه مانده بود و فرزند جگربند خویش کلیند بیارند. آرزو و امید والدان را خاک خورد. این پاسدار وطن از تیر ناخلف دشمن هلاک گشت. غم و درد فرزند در قلب و روح والدین خانه مانده است و تا حال مادر و پدر نمی توانند پیگیری از او یاد کنند. امر جان مثال شما تو پدر
همون روز آخرین بار کی قشون صحبت کرده بودیم؟ همون روز 16 ما سحر گپ زد من که من درس که وقتی گپ زدیم آدم او صورتش یا گپ زدیش یا این باید پیشتر پریوش دیگه جو رفته که به این با همینجا اومدی اپسکو گفته اپاش که سال دیگه دورو پورو میخرم گفتی تلفن شوی گرفت رفته گویا دیدم اینجا خدمت کنم گفت روز 26 تویش بود 16 هم 18 هم گور کردیم 26 توی همه چیز 100% تیار بود با شرط گرفته بودیم ارتیست همه چیز مردم تاجیک جمع شدن و برای شما کمتر باشد مبلغ پولی جمع کردن نه این شما که انوم ویو میگیره گرید این aynı تمام مردم مهاجر تاجیک عروسان ای عروسان شهیدان شما را انتقام بود و میدان بدیده سرمه از خاکستری جنگ اینا در پنجه از خون عزیزان حساب شکر میگم شکر نه الله همه کنه بچه این امروز مردش در مردش گرفتن شد بچه خدای بزرگی شکر میکنه بچه به حساب شکر نمیکنه بچه مادر جان ما همون طرف سرحد خسته آمدگی ما همه پیش شما با همین که دعای شما گیریم و دل برداره کرده احوالتون بینیم انشالله جزای خدمت شود با من تیار با من اجازه تو نمیجا آمدن اما نه تنها با خودمو با دستگیری مردم خوجه علا ساکنان و تمام مردم تاجیکستان که بعد از همین مناقشه ها سرجمعانه شده برای همین شهیدا مبلغ جمع کرده بودن مادر جان ما همچون یک همین امانت اوبره رسوندن به سرما و قرض بدیم انام تمام مردم تاجیکستان این میگیرید در حقش دعا میکنید امرم هم خدمت که شب تلوخن جمع نشانم این شما گرید ان شاء الله خوب ما وای کرده دیگه امرم خدمت که شب تلوخن اشکم که به چشمان وطن گریم و گریم خونم که ز دستان وطن گریم و گریم یک سینه جگرخون شده ام از خطر جنگ با مادری گریان وطن گریم و گریم ای کاش خدا آهی مرا بشنوی این بار بین حال پریشان وطن گریم و گریم ما برادرای عزیز چخیلی که شما شاهد هستید بعد از مناقشه های 15-16 سپتامبر ما در کانالمون یک نوار گذاشته بودیم که در آنجا برای همین شهیدانی که از تمام گوشه کنار تاجیکستان در نزد سرحد رفته همچون مردانوار ایستاده از زمین و خانه ما و شما محافظت کردند مبلغ جمع کرده بودیم و امروز باشد برادرها بعد از گذشتن 5 ماه از همین حادثه چخیلی که میدونیم راه ها محکم بود پریوال ها برای همین سبب من امروز شکر خداوند هوا هم گرم شد و ما خستیم آمدیم در آن همون نواری من گذاشتگی همین کم گاز زده بودند فرزند چون چخیل به شهادت رسیدگی من وعده داده بودم که آدم به من میرم خونتون به اینو شهر دوشنبه ناحیه رودکی بدیان من خدا به شکر رسیده آمدیم من پیش همین امکه مانده چون صحبت کردیم همون امانت هایی که برادران مبلغی که جمع شده بود حاضر من دستشون بمیتیم انشاءالله در حق هر یک شما همه شما کسی که کمک کردیتون باور کردیتون مبلغ پرتفتیتون کارت ما با پیش هر یک شما انشاءالله میتیم اما جان این مبلغ تمام مردم تاجیکستان شما با همه کی خیر کرده باشه کی یادم داده باشه که نیت هم مثلا نیت ناستون قطعا خیر کردین صرف کردین خدا خانتون آباد شود که در مهاجر کار کردین خدا تو کسب کارتون برکتی است یک سال راسخ کرده باشه خدا تو سالتش بتیه
اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار برحمتك يا رحمن رحمت اشکم که به چشمان وطن گریم و گریم خونم یتیمان شهیدان را چی گویم دلی صد پاره من می شود آب وجودم می شود هر لحظه ناتاب یتیمان شهیدان وطن را ببینم می پرد از دیده ام خواب یتیمان شهیدان را چی گویم اگر پرسد کجا شد قبلگاهم اون کاملی نیست من کشنهیم مقصد نفشنهیم خدمت وطن کرده است بینیم سازم لازم محترم مقصد تشویش نکش مدار مگال من که تشویش نشم لازم سازم 3 روز پیش همی کشتم بچه که خوبه بچه که میسوگا همی کردم میسوگا چی بود؟ چند ماه دیگه مون ادای خدمت بود؟ برسیگم نه 7 ماه بود خدمت شد کمتر گو شده من برای شما از مهاجران شهر روسیه میگیرید انشالله در 7 دوم میکنه مرجان انشالله در آینده من مو خدمتنده چی مشکلی شود انشالله در بین شما هستیم یک در مهاجران در حقشون دوم میکنه مرجان الله تعالی چی مهاجره که هستن در همین روشین دنیا پروردگار در پناه خدا نگهبان شوش چی مراد و چی مقصد در دل دارن به مراد و مقصدشان برسان خدای خداوند کریم همه ما را در پناه خدا نگهبان شد اللهم مغفری ولی والدین ولی استاد ولی جمیل ولی مؤمنات ولی مسلمین ولی مسلمات الله یایم مداوات و خیر و برکات و گذشتگی‌ها را مغفرت کنه به رحمت در حفظ وطن بچه بیچارم کشتند در حفظ عدم بچه غمخوارم کشتند در حفظ نظام بچه گلکارم کشتند در حفظ امان بچه آوارم کشتند لعنت به همه تیر و کمان آهی بچم آه لعنت به همه بی‌ادبان آهی بچم آه لعنت به همه فتنه‌گران آهی بچم آه لعنت به علم بیخبران آهی بچم آه رحمت از گفتم شما بینیم رحمت اون دیگه آنچه باید بودم نه آنچه نقش شد خدا خد نقد نشدمش با اوستگان شاسپید همون ایلی که زده مایده که بود بیا از کل کرد ایلی که ها جاف شدگی اون مدارش نیست سلسه که نقد میشه همون سیمای گوید همون سیم در میکنند گوید سیم موندگی همون سیم در کراس گوید آوه سیم روشن کرد نمیشه همون که گیری تون گم نیمو گوید هیچی بسر شده ناز شده خیلی نشد آنچه نقش شد ورم نگشتوست میگردد همین اوچ قلچی ها مناقشه همین 15 و 16 سپتامبر و زخمی شد پوچ کتون ساعت 11 نمانه من ما افتادیم بلندتر کم میزنید ساعتی چنان تیر خود دیتم اینجا و افتادیم ساعت 11 نمانه ساعت 11 بود 11 نم بود اول پگه که ساعت 6 انده نوشته کنم که سیت تخم اوبا موندم گاز بده ایها کره که اوره بود گاشته همیجا یک افیسر بود پالکونیک و همون رزویدکو کار میکرده بابا یا با اینجا بید گفت میروم بچه ها تحسین از سطیل با او بیارید گفت احاظ این دخترم گفته اوبا بوده دادم همون سادات گفت که بابا که خام شو توی سنایپر بگرفته که گفت تلغزا من همه خام شدم خام شده که میدونم نگاه کنم و سادات زده است سادات غاتید پالکونه گفت که بابا گفت دونی ملینه که برای خونت بگفت چه چامه گفتاست گفت
ها خوب گفتم دونی همین وقتی چند تا آنده من اینجا هم تو گشتگی میدونم پیش همین دربه وام بشود گوید دیگه چه نمیدونم همون 20 پلودم چیش کرد اورسه من همینجا زرده همین پسرم خیرات باخش رو آنده کشواله کرد خون برفتوس نیت کلی که هاتوش یه که ماشین بوکر برآمد بالا برآمد این ماشین زده است نمیدونم لباویا شکستگی میگوید تیر زدگی ولی کرلو زدگی من سوانی دیدم که اکتا ماشین زدگی باز کرده خیلی فرواده سوانی من اسکول بوکر پایمی گرام برفتن نمیدونم این نما امر جان بعد از همین مناقشه ها ما همین مبلغ جمع کرده بودیم برای همین شهیدا و از طرف دوشنبه چند شهر و ناحیه ها رفت اومدیم و اونجا مدرسه رحمت همین گفتیم طرف اوچ قلچی هم در رویم گفتیم شما اومدید با بینیم گفتیم رحمت همین مبلغ بود در کانال خوجی الان ما جمع کرده بودیم گفتیم اینجا سهم تمام مردم تاجیکستان از داخل وطن بیرون وطن دستگیری کردن من مبلغ جمع شد انشالله در حقشون نمازتون دعا کنید رحمت انشالله بس خداوند شما به شفات یاد با منه خدا اگر خواهد بسم الله الرحمن الرحیم شکرانه نعمت تنیت خاطر جمعیت همین نیت کرده آندتان به نیتاتان شود سفراتان بی خطر شود یک آنجا درمانده نشدن گریتان و خست خورسندی برسانه با سینه پیشی تیر عدو را گرفته‌ام تا نگذرد ز من به دل خواهرم رسد این خاک نم کشیده ز خونم هم این زمان نگذارد این تیر به همسنگرم رسد باز همین دویم خونه این شما با مدرسه رشا پیشکنه حوصیتون هم کوچکشون جل بابا زده اکتیوی محله همون دیگه گلوله های سناریت که کوچکشون وای شده است نه هم رفته دیدیم من با دستگیری مهاجران مردم تاجیک ساکنان خوجی علام من با نصیب دست من امروز اومدیم کانال خوجی علام با کانال خوجی علام ما مبلغ جمع کرده بودیم کارت مونده بودیم برای همین شهیدان و این میگرد انام تمام مردم تاجیکستان ما به امانتی در حقشون نمازتون دعا میکنید انشالله خداوند شما به شفا کرد نصیب همین بوده است همون کسانی که دکتران وای هم خدا کش روشن کردم روشن در وطن تاجران حکمت تن جوجان ساخته هم وقت خدمت وطن در مردان حق کنم این وطن به حمایه من و تو نیاز دارد و در همه وضع و حالت ناآرامی و آرامی شادی و نشاط درد و غم هر یکی ما را می سازد تا در کنار خلق و ملت خویش باشیم و از وطن و زمین اجدادی امان حمایت نماییم جان برای وطن نیثار ما نکنیم کی می کند عهد و وفای او شعار ما نکنیم کی می کند تا بازدید نوبتی با کانال خواجه اعلی بمانید و ما را دستگیری کنید روزی روم از دنیای مرا یابه روزی روم از دنیای مرا یابه در خاک شوم پنهان پیدای مرا یابه در خاک شوم پنهان پیدای مرا یابه در دشت و دمن رفتم در خاکی وطن رفتم در دشت و دمن رفتم در خاکی وطن رفتم
از مهر و وفا گفتم به جای و بجا گفتم از مهر و وفا گفتم در محفلی هر عاشق این شایی مرا